سرای اجرای قصاص شما چی رو کردید؟ من گذاشتم. چه گذاشتی ازش؟ من گذاشتم. چه گذاشتی ازش؟ میدونی من چقدر بیمار بودم؟ میدونی؟ آمنه بهرامی، دختری که 12 آبان 83 از طرف خواستگارش با پاشیدن اسید مورد حمله قرار گرفت. یه دفعه چش تو چشم مجید موحدی شدم که با یه پارچه اسید، یه پارچه قرمز، مواد که داخلش بود و پاشید تو صورت. فریاد زدم اون کار کرد. دیدم که نه، خیلی سوزش آب نیست، سوزشش خیلی بدتر از ایناست. فهمیدم اسیده. سریع صورتم گرفتم جلو که مواد رو تنم نریزه. جیغ میزدم، داد میزدم، کمک میخواستم از مردم. آمنه بهرامی قربانی اسیدپاشی سال 83 در واپسین لحظات اجرای حکم قصاص قاتل بینایی و زیبایی خودش رو بخشید. انتها میخواستم بیام که همه بدونن این حکم تایید شده و از این به بعد کسی اسید رو صورت کسی بپاشه واقعا حکمش قصاصه و اجرا میشه. من گذاشتم، شاید بعد از من نگذرن. خیلی خوشحال هستم. فقط میخوام بدونن که من به خاطر خداوند اول، یکی از دلایلی هم که گذاشتم به خاطر خودم بود. خیلی قشنگه وقتی قدرت توی دستته بگذری. امیدوارم مردم از این رفتار درس بگیرن. من و مادرش به آمنه گفتیم آمنه جان در اصل لذتی که در انتقام نیست، اجرش هم از خدا بگیره. ما تا حالا هم خدا کمکمون کرده، از این به بعدم از خدا کمک میخوایم. از اینکه شما رو بخشیدن الان چه احساسی داری؟ خیلی بزرگ منشم، خیلی من خودم عینکی بودن نمیتونم تحمل کنم. حالا این خانم باید کوری رو تحمل خیلی پرونده رو دادگاه اعاده خواهیم کرد تا دادگاه با توجه گذشت شاکی در خصوص قصاص نسبت به جنبه عمومی هم اظهار نظر کنه. بنابراین این بخش با حکم آتی دادگاه معلوم خواهد شد و اما دیه‌هایی که شاکی مطالبه کرده باید توسط محکوم علیه پرداخت شه و تا پرداخت هم نشه آزاد نخواهد شد.